خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما میخوام کسی میخواد مثلا ضرورت می نیست وقت شما را میکنم. اکولاریم دی خواهد شروع قوس بانین تر در دیزین تاب امروز بیم درس ما شما که است امروز واتر مارک است. توسط واتر مارک می توانیم که در بگراوند صفحه یا ٹیکس بیاوریم. در چی؟ در بگراوند صفحه ٹیکس یا ابجکتس یا لوگو یا پکچر بیاوریم. صحیح؟ چی میگم؟ add goes text such as confidential, important, or personal or urgent behind the contents of the page. The faint watermark is a great way to show that the document requires special treatment without distracting from the contents. एक मालूमात बरत में तकी मिसाल इनी इलाजी नी वरकस या मां बरत वरक कॉपी में कनम कीनी एक वरकस खातस लेटरस कि तू बुफावी बरसरिश दश्ता में कनम द बैकग्राउंड इस भी नी वाटरमार्क अस लोगो चेस वाटरमार्क अस रेस मां दश्ता में कनम के नहीं बेत कॉपी ना कने डू नॉट कॉपी द बैकग्राउंड में दश्ता भाषा दश्ता में कनम के डेटी क्लास नोट یک چیز باید در بگراوند باشه یا نوشته باشه یا لوگو باشه ایا او فوقی باشه او مودی باشه ایا او با کاردار باشه چه قسم باشه شما میفهمید که آل واترمارک چیست. وقتی که در اینجا بیم کانفیدنشنال بیم پرسونل شخصی آله که شما این را کاپی کنی بسیار خوب پرینت کنی کانفیدنشنال در بگراوند هم می چی می؟ کانفیدنشیال در بگراوند می شما میخوایی اینی قسم کانفیدنشیال نوشته شود با استیل نباشه دو نات کاپی یا ای رقم دو نات کاپی یعنی کاپی نکوی ورق اگر ای رقم نشدین یه چندین دیگر استیل است dropped simple is ap it's been urgent ضروری استلسنس وقتی که را پرینت کنی می در بگراوند چی میشه؟ می سیده که این استلا یک داره خوش من آمد ما میخواد مایکروسافت office.com بگیریم مون watermarks from office.com آورده میتوانی custom watermark بدل خود داره دیو کده میتوانی این اول باید ریموف کنیم ریموف میشه نمیشه ریموف شد یا نشد اینا چی میکنه ریموف ختم میکنه واترمارک اینا کاستوم بدل خود نو واترمارک است یا نیست اول به پیکچر واترمارک عکس باید به سلیکت پیکچر کدام عکس باید به اینی عکس آورده انسرت یکی به 8 باشه یا یک سایز برش انتخاب میکنی 7 سایز باید باشه نه سایز 100 آمد یا نماد کم پیج مانده دیگه کلگی گرفته یا نگرفت خیره آمد یا نماد برش میگه که خیره باید نبی واش اوت کبن ڈیلا است از کاستوم شما میتونی که اینجا بالای سایز تبدیل کنی برش میگه که نه 150 باید باشه چقدر سایز شد 150 سایز شد یا نشد حالا کمپلیت پیج گرفتن پس شما دیسا همه برش میگه که نه کاستوم واترمارک واش اوت باید باشه واش اوت با این مانا که کم خیره باید باشه حالا گیره پرینت کنید بگراوند صفحه عکس آمد یا نامد این ضرور نیست که یک عکس طرح باشه حالا شما باید به ریموو واترمارک ریموو کده یعنی پس می کاستوم واترمارک بدل خود پیکچر سلیکت پیکچر ورک آفلاین یا آنلاین डी ड्राइव लोगो कदम लोगो एक लोगो यारी इंसर्ट
wash out باشه نه wash out نباشه. لوگو آمد یا نه؟ در بگراند لوگو آوردی علینی معنی که هر صفحه تو بیاری امی دهی است. میبینی چقدر صفحه که باشه در صفحه باید که یک تکرارن آوردی در کل اگه صفحات چی میشه؟ تکرارن برد میه. ما میخوایم تکرارن که آمد ای لوگو باید کم چی باشه؟ واش اوت باید باشه. در پرینت کم صحیح را میخوایم که واش اوت باید باشه. پکچر خو مشکل نیست. عکس آورده میتونی در بگراند هر قسم عکس که بخوای با هر سایز که بخوای آورده میتونی. اینجا عکس آورده میتونی نو پکچر عکس نباشه یا پکچر عکس باشه خو کدام سایز باشه و واش اوت باشه یا نباشه. مثلا واش اوت سلیکت نمیشه. واش اوت که سلیکت که در پرینت مکمل فرق بی. کل خیره پرینت میکنه. واش اوت نباشه و مکمل عکس باره عکس واره پرینت میکنه تکسس مشکل پیدا میشه. امیدی تکس بالا باشه واش اوت باید بگیری. تکس واتر مارک تکس میارم نوشته متن اسمال دوم با کدام زبان باید باشه؟ یعنی انگلیش یونایتد استیت یا پشتو؟ انگلیش یونایتد استیت. تکس باید چی باشه؟ کدام تکس دهی میاری؟ مایکروسافت ورد complete note تکسی را نوشته کردی یعنی فونتی چی باشه؟ آده باز همون که پاس زیاد فونت مانا شکست باشه ایریال باشه امپکت باشه تایب نیو رومان باشه هر فونت اینجا می چه وردی تایب نیو رومان به کدام سیز بید باشه؟ یک 54 باشه کنه رنگش کدام باشه؟ اینی رنگ باشه هارزنتال اینی سیده نکمند کار نمیکنه ببینو که مس ورد کمپلیت نوت آمد یا نامد شما برش میگی که نی ایره خواهوردی کستوم واتر مارک اینی باید هارزنتال باید باشه افقی هارزنتال شده یا نشد اگر ایسا شما بی کستوم واتر مارک سمی ترانسپرنت کم واش اوت باشه مشکل دی دیخو مشکل نیست میدونی که سه جایسی اینجا خورد و کلان کنی یک نواد باشه سایز خوب دایگنوگل وایدای چینی باشه دی رقم دا کنج با کنج بیان صحیح آیا ما میتونیم که اینجا واتر مارک سیو کنیم بله خیلی کمان تو میتونی که واتر مارک چی کنی سیو کنی کنترول پلاس بریکٹ صحیح کنترول پلاس بریکٹ شل ما میخواییم بید واتر مارک واری سیو شو سیو سلیکشن واتر مارک بنامی چار صحیح اینجا که بیم بنامی جان تو هم واتر مارک چی کدی جور آلی اول بید به این سوال جواب بدم که 5 دانه ورق از 10 ورق باید واتر مارک مختلف باشه میره کمی یا نمی که نمبر باید میگه 10 ورق باید مختلف باشه چه قسم میاری باید مجبوری تو برش ببینه میشه دهی ساها اکوالاری اندی تقریبا 3 ورق هست
د شش ورق د اول ورق هستیم ما میخیم دیزاین واترمارک کاستوم واترمارک اینی تکس باید بی کدام تکس باید بی امو تکس باشه یا نشته کده پرمختگی انستیتیوت آف هایر ایژوکیشن به این تکس وکی اما دیان اما خدا دیگه ورق ما اینا میخیم دیگه ورق که اینجا بیم باید برش بگویم که پیج لیاوت پیج نمبر کنتینیو سکشن نمبر 2 شد یا نشد در دیگه ورق که اینجا میم یک سکشن هم دیگه میگیریم پیج لیاوت کنتینیو سکشن 2 در دیگه ورق بیم هم میگیریم کنتینیو چند سکشن شد؟ سکشن 4 شد یا نشد؟ در این ورق اینجا استاد استی برش بگی که پیج بریک کنتینیو سکشن 5 در این سهمیم پیج بریک کنتینیو پنجانه سکشن شد در اول ورق هستیم تبدیل کردن یعنی مشکل شد یا نشد کدام چه بیدی تبدیل شد سکشن ها خو موردم آلی خو دا هیدر پوتر باید اول بی اینجا موجود شد یعنی آلی باید انتخاب شد یا نشد انتخاب کردیم یا نکردیم که انتخاب کردی باید دا فارمتش بی دا فارمتش کمه دی چه کار میکنی اول links to previous the next میری the next خواستی the section 1 هستی خود فارمت میں edit میکنی کدام سٹیل باشا چی قسم سپیسنگ و کدام موڈارٹ تمامی بھی 2003 مکمل سسٹم دیسا ہمارا یا بئی شکل آگه برد گفتو که امودی ما ارده میتوانی हाँ کدام نہیں اینجا که استارت شدی فارمت بی next section number 6 صحیح یا section 6 این لینک خاموش باشه خاموش لینک باید نباشه در ما بین اینجا باز میتونی که در کدام تغییرات شما بیاری میبینی لینک از اونجا خاموش ده هیدر برای درس دادیم فهمیدی؟ لینکس تو پریویس باید مختلف باشه دلیت که وقتی که اینجا آمدی آسیا نیست دا هیدر اول استاد هستیم دیزاین نیکست سیکشن 2 آسیا نیست و لینک تو پریویس همراه پریویس لینک کات کردی کات کردی ده ای عالمی چی ایدیت ٹیکس اینجا باید باشه مثال هاردویر صحیح टेक्स्ट باید با کدام سیستم نوشته شود با این سیستم باید نوشته شود باز اینجا ده هیدر آمدی next link to previous کات کردی اینجا می پاسی را کات کردی باز ده هیدر می design next link to previous پس دی صاحبی د فارمت بس د هیدر می ڈیزائن نیکسٹ لینک ٹو پریویس خط میکنی پس دی صاحبی برشمی که صحیح ڈیزائن فهمیدی یا نه فهمیدی چه
نمیشه که از هر سفر اول ولی نمیشه ریموف دوام سوم بردن گفتم گینی چالشنی رایشان است که کلگی تغییر میکنی قسمت گر بگی که مثال ده هر ورق باید مختلف باشه با این سیستم حالی او میگه که ده یک ورق باید دو داره بیه ده اول میم ده پیج لیاوت بریک کنترول پلس این equal or int قوس شروع قوس پر انٹر the page layout continue the each section استی the header آمدی یک رقم میشه یک رقم the hard copy میشه the soft copy نمیشه شما شاید بگویید که این ورق باره ما این ورق فهمیدنیم که دو داره فهمیدی؟ بسید اینجا ما دو داره آورده میتونیم خدا او هارد کاپی نمیتونیم شما میتونی که باید دانه بیاید خب ببین وقتی که چه کسب میتونیم دو دانه مختلف که آوردیم و آدمیم کنترول پلس پی اینجا میم 2 page per sheet صحیح ده پرینت خبرت کار کردیم و با یک شیٹ که دو اتمر پیدا میکنه یا نمیکنه صحیح فهمیدی؟ و در سافت ما اجازه هستم نمیفهمی شد فهمی سوال فهمی جواب فهمیدی؟ تکنیک ده خو دقیقه لاره ده ما برده یک صفحه بیارت میارم کنه تو پیج پر شیٹ کی بگیری مثال دی واٹر مارک آمد یا نمودی مختلف هست یا نیست حالی بیاد تو پیج پر شیٹ بگی ده یک ورق وارد ده واٹر مارک چاپ میشه صحیح تا 16 دانه میتونی که چاپ کنی نه ها شاید کدام نفر از این پرسان کنه باشی تو مردم هستیم جواب فهمیدی چی؟ خود تو باید با عملی پرینت کار نکردیم خود تو دانه جور کردی اینجا بیا تو پیج پر شیٹ پرینت کو دا پرینت بر آٹومیٹک میں آگا دو دانه باید یک صفحه می دا واٹر مارک مشکل ها؟ نه میشه اوه آسان بود ما خورده کار کردیم اینجا که کلیک کردی دی ڈبل کلیک کو صحیح میبینی دی ایڈیٹ کو آیا ده هر کدامش تبریک میبینی اینجا 20 رقم تکس است یا مختلف با استایل باشه نه باید یک با یک رنگ باشه یک با دیگر رنگ باشه استایل قوالی استایل باشه در این صحبه میم ایرا خوالی گروپ است باید در دیزاین فارمات شادو افکت اول کمیشه هر طریق میشه که وقت میگیره کستم واترمارک ادیت جام ادیت میشه اساس تو نکرده باشه اول رو نمایش نکرده باشه جدا باز رو باشه شکل پیکچر شده باشه بعد از اون تو همیشه رنگ مختلف این رقم میشه که اول نوشته کنه که این راه حلی بیخی راه حلی آسانی پیدا شد که یک پروگرام نوشته که با شکل پن برو عکس سیو کو او را باز بگی بیار فهمیدی؟ نه چرا؟ کنترول پلس ای
یا واترمارک داره که کنترل پلاس ان صفحه دیگه آمدی مثالی میگه که افغانستان باید ما نوشته کنیم با چندین رنگ باید بیه چی نوشته میکنی افغانستان اینجا چی نوشته نمیکنیم پی برش این پروگرام که باز کردی اینجا می افغانستان صحیح به این بدینی رنگ باشه این رنگ صحیح بولد اندرلاین هم کردی ٹیکس کم سازش اینجا آمدی تم نیو رومان و دیش سلکشن گرفتم یکی بالا آمد صحیح crop control classes desktop Afghanistan plus watermark design watermark custom watermark picture select picture work offline desktop upon या कार करें वो बशक्ल पिक्चर सेव ना करें ऑटो ओके सही दिया सवाल है वाटरमार्क में क्या साथी रकम में से कितनी बिगड़े प्रोजेक्ट डिजाइन में कितने में एग्जाम दिया सवाल नहीं یک چیز برات میگم شاید در کامنت شاید این کار مردم هم بشنوه ما یک قسم میگم که در کامنت از چیزی که باشه از ما خلاص نمیشه بدون کامنت که بدم ترکس باشه با ذهن دیگه میشه و مشکل است این میتونه است که یک سوال ذهنی میه کامنت خب ما برای درس میتونم شما میبینیم ما میبینیم که در کامنت ما برای چی نمیبینم حالا ما یک سوال میکنم شما مردم شما سوال دیگه ندارید شما سوالت خلاص شد سوال ما اینی است که واترمارک چطور ما میتونیم که ما باید واترمارک جور کنیم به شکل کانفیدنشیال باید اینجا سیو میکنیم ببین ما واترمارک سیو کردیم به این شکل آمد این شکل چی کنیم ما میخوایم این رقم استایلش جور کنیم یک وظیفهش باشه برای بیا استاد بهتر واترمارک جور که استاد هم خود ورد مثال میشه جور کنیم این خواستان است او جور میشه خب باید خاطر زود سیو کنیم نفهمی واترمارکی رقم شما جور کنی نام خود باید به این قسم باید اینجا باید باشه که هر وقت باید به نامت اینجا باشه که همین کلیک کی سرش این قسم باید بیم صحیح؟ این اسایمنت شما بعد از این یک کامند داریم به نام پیج کالر است پیج کالر که است با پیج رنگ داده میتونیم خود این حالت ای پرینت نمیشه وقتی که شما پرینت میکنی از بگراند از آپشن یا کامند است که او باز برش بگیری باز میتونی که او را چی کنی پرینت بگراند کالر نمی جگهی بگیری پرینت میشه اگر او چک نباشه مردم میگه که پرینت نمیشه خب پرینت میشه وقتی که ای آپشن برش بگیری اگر ای آپشن چک نباشه کنترل پلاس پی یعنی پرینت میشه کدام رنگ باشه با این دیسپلی که با شو میکنی با این پیج است هر رنگ اینجا انتخاب میکنی نو کالر هیچ نه مور کالرز دیگر رنگ ها باشه و دل خود اینجا RGB نوشته کنم کی رنگ یا دیگر رنگ هر رنگ که باشه استاندارد باید کدام رنگ باشه اینجا رنگ استاندارد است صحیح کدام رنگ استاندارد باشه استاندارد رنگ دلت باشه و انتخاب fill effect one color یک رنگ باشه کدام رنگ باشه اینی رنگ و کدام ستایل باشه هورزونتال ورتیکال اینی کل استایل است
اینی رنگ میگیره اینی. سفید شانی زیاد طرف سے آبیدی قسمه یا پیچ کالر فل افیکت تو کالرز دو رنگ باید بی کدام قسم دو رنگ باید باشه اینی رنگ ببینانه کدام ستایل باید بی یک پیچ کالر از این شکل شما میتونی که رسیت باید بی ستایل آخر کدام که میگیری تکسچوال چی را میاری آدر تکسچوال دیگه چیز کدام تکسچوال داری او را اردم میتوانی ایده چی گفته میدانی تکسچوال صحیح یک دانه واٹر مارک میشه ما تو 5 دانه میارم صحیح فل افیکت پترون دو دانه رنگ باشه کدام پترون اینی قسم پترون میده فل افیکت پیکچر عکس میاری سلیکت پیکچر کدام پیکچر اینی پیکچر پیکچر دیدم اینی پیکچر دیلیت میاری یا پترونز میاری یا دیگر چی که بیاری از این طریق شما چی کرده میتوانی؟ آورده میتوانی rotate fill effect with a ship کمان خوی همان کدا نمیتونه خب دیگه چه وظیفه برش گفته میتونه فهمیدی که the ship که کدام فرمات باشه ship اینجا میم fill gradient fill دهی ساحانیس به این شکل 3D shadow reflection fill except textual شد یا نشد textual برش دادی یا فرمات همی دیزاین بیم پیچ کالر از اینجا بان آن نشد و کما هر چی ابجکت که دی باشه ایرا برای چی میکنه ستایلش تغییر میکنه سرچپا یا یک حرکت برش میده که به این حرکت بید باشه یا عکسش ای طرف و او طرف میاره این ابجکت اینجا روتیت with a ship اگه 3D باشه You rotate with the ship asi diga command as we command kes digas rotate fill effect with the ship only wait shoma search kar देखो मुश्किल नहीं हाँ देखिए gradient شدید رنگ textual background textual pattern و picture پیج بارڈر توسط پیج بارڈر میں توانی کہ پیج بارڈر یا ٹیکسٹ بارڈر بھی آوری ایک والا ری اندی قوس شروع قوس بند انٹر کنٹرول پلس اے دیسا ہمیں پیج بارڈر کے مابرتان گفتم پیج بارڈر اول بارڈرز بخاطر ٹیکس کدا منی بارڈر زینی شیڈو 3D کسٹو کدا میں شانس یہ بھی بین باکس شکل میں شیڈو سایہ میں
3D شکل و کاستوم باکس داخل نشان میده نه نشان میده. باکس شکل باید بی اوکی باکس هم دیگه نام پیج بادرز دیسا همی پس برشمده شروع شکل بی و کدام خط باشه اینی خط رنگش باید اینی باشه سایزش باید یک قدر باشه اوکی کو شروع داره یا نداره یک بارڈر آوردی به شکل شروع آوردی پس تا پیج بارڈر میں کی بارڈر میں شا ای پاراگراف باشه یا ٹیکس با ای مانا لین با لین ٹیکس با کدام مانا ای مانا که هر لین جدا جدا خط برد آله میاره هر خط جدا جدا آمد یا هر خط برد جدا جدا می و دیگه کی هست اگه اینجا به ای پاراگراف برش انتخاب کنی در کل اگه پاراگراف برد لین می ازیا فهمیدی؟ ٹیکس و پاراگراف چی فرق داره؟ این ٹیکس و پاراگراف چی فرق داره؟ ٹیکس و بارڈر استاد تکس مجموعه تکس استاد پاراگراف میگه استاد مجموعه کلمات تکس میگه آفرین تنها جدا جدا خط پر بارڈر بیاوریم اینی جدا جدا خط که میاری اینی بارڈر باید باشه خو رنگش کدام باشه شما برش میگی که رنگش باید اینی باشه هر لین با دیگه یک بارڈر جدا بارڈر بند کر دینا کر و اگر پاراگراف بگیری چار چوکاٹ کی کل لگی پاراگراف باشه کل لگی پاراگرافات یا وقت بارڈر نہیں فهمید یعنی مثال اگر دی پاراگراف باشی دی صاحب یا پیج بارڈر پاراگراف انتخاب است یا نیست کدام پاراگراف اینی سٹیلو که پاراگراف برای جدا کدوم جدا شد جدا جدا پاراگراف که انتخاب کنی هم برای تک سٹیل میگه ای بخاطری چی بود پاراگراف بود نہیں مشکل آپشن میں از پاراگراف از top from text چه قدر باید دور باشه مطلب از bottom باید چه قدر دور باشه left و right از چهار طرف دور شد یا نشد تکست میبینی چهار طرف اینجا سپیس داره دفعه این خط سپیس داره نداره کنه اینجا ببین هر طرف برای سپیس داره که طرف بیدی قطر سپیس بید یعنی تکس و بارڈر بید دور باشه صحیح؟ صحیح؟ مشکل دی بیخی پیج بارڈر ای خوب تکس بارڈر میداد آلی با مکمل صفحات بارڈر میتا کدام اینی شروع بید باشه 3D کدام لین باشه اینی لین سٹیل بید کدام رنگش بید کدام باشه اینی رنگ صحیح اینی سٹیلش بید بکل اگه پیج آلی بارڈر داد یا نداد آلی پیج بارڈر شد چیز پیج بارڈر شد پیج بارڈر اینی whole document یا this section forward یا first page only یا this section all except first page اول د کل اگه باشه خود اول ورق بند نباشه آلی کنترول پلاس چی کنی انتر خرا راو کنی आगे इन जमा भी डिजाइन पेज बॉर्डर whole document this section या only this section all except first page بدون اول صفحه دیگه به دکل لگی بارڈر به کدام اینی بارڈر کنترول پلاس انتر سیکشن خونه داره چی نیست سیکشن خونه نیست
51 ورق کنترل پلس هوم پیج border. This section first page. دیگه است اول آوردی ده دیگه نامد اگه اینجا بی this section except first page دیگه سکشن ها نیست که ده دیگه بی سکشن ما گرفتم از این طریق نگرفتم. آن یک نفر برات میگه با مو سیستم که ده 4 ورق باید یک قسم پیج باردر بید و 4 ورق دیگه قسم پیج باردر بید امو رقم شما اینجا تغییرات آورده میتونی چی باید بگیری؟ سکشن باید بگیری برش بس میتونی که مختلف در ورق بیاوری. دیزاین پیج باردر اینی پیج باردر نباشه اینی باشه خب سایزی کم باشه زیاد کم شو پیج باردر اینی باردر باشه خو هول داکومنت ده مکمل داکومنتس باید باشه اینی باشه خو کم خورد باید باشه که معلوم شود سیزی یک 10 یا 11 گرفتی. یامد یا نامد ببینم خب پس بی پیج باردر سیزش باید زیاد باشه ده این نباشه ده استریلا است که هر کدامش میگیری صحیح؟ نه ده کل داکومنتی نگرفتم کل لگی داکومنت هست صحیح؟ پیج باردر یا کستوم بدل خود مثالی ترابلین نباشه بالا و پایین نباشه ده بغلش بده باشه ببینید بالا و پایینی ولی باردر داری؟ نیست بالا و پایین میتونی که یک طرف بیاوری این خطا هست یا بالا هم باشه پایین هم باشه هر طرف که باشه این بغل و اینی بغل نباشه ضرور میں اپریل میں شخوین جا شما پیدا صحیح دیش صاحب مشکل خودی نیست آپشن میں استاپ بیت پیج باردر چی قدر باید مسافه پیدا کنه مسافه زیاد کریه پیج باردر آپشن الاین پاراگراف باردر then table age with the page اینجا باید ٹکس کی بگیره یا آن میشه کم چی میکنه این پیج باردر با ٹکس نزدیک میشه نزدیک شده باشه اگر تیبل باشه اگر ٹکس باشه فهمیدی؟ یعنی این قسم که دور باشه که اینجا بی دابشن برش بی اینجا ٹکس بگیری با ٹکس باید پیج باردر یا با تیبل ایجش چی شود باید نزدیک شود صحیح؟ اینجا باش پس اینی باشه پیج باردر اول خوب فهمیدی always display in front چی مانا heading اینجا نوشته کردی bookmark this is پرمختگ Institute of Higher Education under DIT class control plus A control plus bracket control plus E صحیح آله هیدر کجاست داخل است یعنی معلوم میشه نمیشه اگر پیج باردر شما به اینجا برش بگی که always display in front پیج باردر باید in front معلوم شود آله وزیر ایسی نیست و کم که ای را پایین کنیم باید باز معلوم میشه آپشن استاپ باید 0
bracket contour plus bracket page border option देखो the text series always in front uncheck में करें who ethics की मिसाल भी है डी बॉर्डर भाषवी की बॉर्डर कम बा कलान कनम दिगम दिगम कलान शो हो ऑप्शन में the age एजिश बेधामी कदर दूर ना बाशा टॉप आसपाइन yes sir text uncheck में करें ओके कुछ साल है behind हिडरास यानीस मर मसलसल दर्स में तम behind बाडारस मामी खे अवल कमन खुपामी दी दुआम बिबिन चिकार में करा ई बाडारे बेद in front of बाशा यानी पिशरुई ची बेद हिडर कुडर बे ओके in front of हमा जाना दिगा कमांड बिबि निंजा surround हिडर बिरुनास यानीस हिडर कुजास बिरुनास बाडारस यानीस इबेद surround शवा surround माना देहाते बेद इनी बेद surround का ध्यान रखना अगर फुटर इंजा मौजूद बाशा फुटर बिरुना सेनेस दैसा शवामी डिजाइन ऑप्शन सराउंड फुटर बेधाम शवा कदम ऑप्शन मुश्किल नहीं फुटर में आ रहा सराउंड दा है अवालश ना फामी यानी खोईनी अनचेक करें वो मकार किमी कोनी ऑप्शन एक सिस्टम दार है कि भाई सिस्टम बकुदाम सिस्टम भाई दिला जोड़ शाम डिजाइन टॉप का मुश्किल नहीं सब आप बखैर द डिजाइन टॉप परेशान में करें वो लेआउट टॉप बखैर शी शी उपादा ओ शेडिंग लेस जेंटलमैन जा शेडिंग दर बैकग्राउंड दे पीच मामी ताने के बाडर बदे हम कुदाम कसम बकुदाम स्टाइल चंद फीसदी सही डार्क भाषा वही शक्ल या दुरंगा म्यारी सही जीरे तनेक पैराग्राफ हमा ध्यान मत अलग इंटर को नीचे में शजात में शाना में शा कंट्रोल प्लस एन अगर ये रकम ना शुड डिजाइन पेज बॉर्डर शेडिंग खुदाम रंग बेद शेडिंग भाषा इन्हीं रंग क्लियर भाषा नहीं ये रकम द पैराग्राफ भाषा यस या क्या बात करना मैं कहीं इंटर को नहीं जात में अगर वाल चेक अदर जे बारिश इंतखाब करी दूँगी नहीं द वरक बैकग्राउंड शेडिंग खलास